این همی کوری ما میکنیم اینا تا که به غرضی بچه های کوچه یکم کس ایرا نمیدونه فقط در هر یه ویدیو میخوام بچه های کوچه در سلام بگم برادرای در زندان رها برای چی؟ برای که در حقیقت او مرا میزنن نصیحت های خوب میکنن که نه که همی کارن نه که براتن ایروی همی بچه های خودمون میبیایی ولی همی درن بعد به قدری ما میرسی لیکن من میگم اکا نه که همی کارن نه که براتن ایروی همی بچه های خودمون میبیایی ولی همی درن قد او مرا میزنن نصیحت های خوب میکنن که نه که همی کارن نه که براتن ایروی همی بچه های خودمون میبیایی ولی همی درن بعد به قدری ما میرسی لیکن من میگم اکا تو روزه که من جان دتنم دارم خدمت میکنم لیکن نمیشوم یادشم میگم اکا تو مرا برای چه ساعتی دی شب زنگ میزنی میگه که من کار دیر میبیام خط کاری خط فکر شما کنی تو کاری ما فکر ما نمیکنی من دیر میبیام کار 10-11 میبیام روز مثلا شب دادنی موشی خو با خدا قسم که هم بدبختا را بیایم توجیکای مورانا یگان کس ایروی توجیکی داد که دیگه ما زنگ نزنیم این میگم توجیک لوبای ملت زنگ زنن توجیکی داد که باشه زنگ نزن بختا را بیایم توجیکای مورانا یگان کس ایروی توجیکی داد که دیگه ما زنگ نزنیم این میگم توجیک لوبای ملت زنگ زنن توجیکی داد که باشه زنگ نزنیم میشو ده کس کجاست ده صد کس کجاست ده صد از بالو شب زنگ میزنیم برادر جون ساعت 3 ساعت 1000 بار میگیم که ای ساعت 10 تا ساعت 3 عبید زنگ زنیم ای 10 روز تا ساعت 3 عبید اما بعد 3 عبید کار داریم بو میشو با پانتاز ایشو کارای خودمون بنیوید بسیار یک کال سنتری Вавилон yok ya call center in Москва زنگ میزنی ждите меня 21 минут через 21 минут будете говорить то есть 21 минут ждать میکنین من лично خودم زنگ زدم 20 минут من ждать نمیکنم конечно 21 минут 20 минут айора чиз дад кино як обычный вопрос ки май даг дорен زنگ میزنن 20 минут ждать میکنین چرا 20 минут یا بار دو بار کی زنگ زدین مونا برداشتم هر جا هر خیل گپای لیش میزنین انا چی گفتن این شیرونا کارت میغلط برات جوش نمیدونی راست خودی را 10,000 روی میکنی ما میخزه میرم این قدر رای ما میرم این قدر راست خودی ما میکنیم 10,000 چی نمیشه اوزی بچه ها چه یا تو دابرات نه بنزینم ده فقط 3,000 میره یا با ما خودم توقع نیستم شما یه خیلی گپ میزنین با نامی خودم کجای در رفتگین 10,000 دودگی کدومی گپ میزنن روی 10,000 در تیک توک در کجای در افیری کسی در اومده گپ زده با میگم اما آدم مرغه شغله 10,000 از خود کرد گفت که بیا جوش نمیدونم رفتم جوش نمیدونم رفتم نیستای میسول ما اینجا وینواتم بیا میگم ما برای چی میگم که جوش اولو تجنید کنه بعد زنگ زنن چرا اینا پدره که هیچ کده پول نپارتین مدام لیچنه نپارتین پول من اگون تا پول پارتونه گفتم جوش دونی گفتم اما آدم های افتم آده تونی من خدشیده اون گب زنم با میگم اسلوگ ایمو پلاد نیای این برای مردکو داخل داره برای زنکو نی من 6-7 نفر جمع میکنم و یا به پول پیش من نمیویم او 10,000 تومتی ها به پولی 6 نفر میشه اب دروم نرمانی بخرم گویا گونجو اب پامی مایی من 3-4 تاکسی پولی میتیم که بیایم جمع شویم نجو ادر رفیق دا با خودم میسول راست خود دارم عبید میکنیم میریم میبیم و من یگان جای دیگه در کار نمیکنم که من اکسای خودم پشاریت شمورم کدامی که کارش دمه میغلطه او ویرینه جوش همه دونه هوای فقط زنگ زنه دیگه خیلی زنگ نزنین در شروع الله من گروبی گپ نمیزنم نمیخوام بلند گپ زنم با میدونم که ای خیلی شده پیچیکای بیسو شده من میدونم که خیلی گپو میشوه لیکن من چی گفتن این موقع منم پرای نفهمه مردم دوله نشیدم بخدم اینا پرای سرو میکشه بانومی الله ای گپ زنی تلفن ها خش تبارم زنگ زدن نمیتونه جوروی خودم زنگ زدن نمیتونه هم سیفم زنگم نمیزنم دیگه و پیشه هیکلم خاطری که من اگم چه زنگ نمیزنم اسپید نمیکنم با خدا قسم شما با ظلم میکنه تلفن نمی برداری ایخه اوخید
ننگ ناموس که جامعه شکی تو ساعت یک شب دایا برادر دیگه چی زنگ میزنی تو؟ ای وقت ساعتی ما در جای خالی و ما وقت ساعت شما در چیکار دارم برات؟ یاد شما میگم اکت مرا برای چه ساعتی دی شب زنگ میزنی میگه که ما کار دیر میبیام و خط کاری خط فکر شما کنی تو کاری ما فکر من نمیکنی ما هم دیر میبیام کار 10-11 میبیام روز مثلا شب دادیم موشی خمیریم بخدا قسم که هم بدبختا را بیایم توجیکای ما را نه یگان کس ایروی توجیکی داد که دیگه ما را زنگ نزنین این میگم توجیک لوبای ملت زنگ زنین توجیکی داد که باشه زنگ نزنین ویدیو کنن ویدیو شامه بروریم خطون ویدیو نخشینن رنگ ما ویدیو کنیم پول تو نگرفته چقدر ویدیو میترسینش بود همین کدام توجیک کی داد اون نکنه ویدیو شما دا پارتر ما ویدیو شامه برورم پشکی بو میگم تو نکی مانتاژ اسپلار نه خطون مانتاژ کنه بیس پلار نه هیچ کای جای تن هیچ کا کار نمیکنه یوردام که ما میکنیم خودش یوردام اوج اتوماتیکی با жизнью рисковать конечно کلی کیا دیل گورده دارم میخزم میگم ما برام یوردام میکنم خالقا اون خودش یوردام نمیشه نه برای 10,000 تومان میخزم کیم 300 کیلومتر میرم اینا کی میاد 300 کیلومتر 10,000 بسم الله الرحمن الرحیم میگم بچه‌ها چا این همین کدومت که باور میکنین کدومت که نمیکنین پناهتون با خدا کدومت که باور میکنین انا زنگ بزنین ببینین بپرسین همو آدمایی که ما گرفتگی میشناسشون اگه پرای خیلی مثلا خورغان تپه خیلیش ای فرخوره خیلیش ای کلوبه خیلیش ای هیسوره هم بچه‌ای که در ویدیو میبینین همو را یه بار بگیرین زنگ زنین که ما چیکار میکنیم چی گفتگیم چی دگاور کردگیم ای دگاوری گفتگیم ما بیرون نمیبریم بچه‌ها مثل مومنتایی که خیلی شینوسا زنگ میزنن خیلی ادرنی رازگاورایی مثل شینوس نه که با میگم شروع نار که این کار بنام الله کار شد کنست این خیلی فکر نکنن که مثل این کاری هم این کار فقط بچه‌های کوچه میدونن این همی کاری ما میکنیم اینا تا که به غرض بچه‌های کوچه یگان کس اینا نمیدونه فقط در هر یه ویدیو میخوام بچه‌های کوچه در سلام میگم برای در زندان رها برای چی برای که در حقیقت عمرم میزنن نصیحت‌های خوب میکنن که نه که همی کارن نه که براتن ایروی همی بچه‌های خودمون میبیایی ولی همی درن بعد با قدری ما میرسی نه که من میگم اکا تو روزه که من جان دتنم دارم خدمت میکنم نه که نمیشه و کوچه یگان کسی را نمیدونه فقط در هر یه ویدیو میخوام بچه‌های کوچه در سلام میگم برای در زندان رها برای چی برای که در حقیقت عمرم میزنن نصیحت‌های خوب میکنن که نه که همی کارن نه که براتن ایروی همی بچه‌های خودمون میبیایی ولی همی درن بعد با قدری ما میرسی نه که من میگم اکا تو روزه که من جان دتنم دارم خدمت میکنم نه که نمیشه و برادرو همین بچه‌ها که یکون گوش کردن مثلا هم خیلی همه خیلی باشه مثلا ذوق میکنه موتیواسیون همه کار میکنی ای زنگ میزنن براتن خیلی ساعتی 2-3 شب خام 2-3 شب دا بود نمیشه کام کار پراینا برای همین هر یک کس حرمت خطونه کنین برادر جانو حرمت خطون چی معنی داره خطا که وازد کردی دیگران را موازد میکنی دیگران تو را وازد میکنن من هیچ نیزم میکشم خش تبار خدمت ساعت 11 شب زنگ زنم یا که 10 شب ما گپ دارم روز دا زنگ میزنم крайний случай واتساپ دا مینویسم برادر جان مقصد اینی بانکای کلان майдаш هر دش یگای مقصد فرق نداره یک هر دش یک تشهوی میکنی میخری تموم میکنی بعد دیگه‌اش سر میکنی فرق نداره کدومشو میکنی مقصد یورا طرز خوردنش سحر بگه با شکم سیر نیم قاشقچه майда را اول میخرین بعد ای بولش همه где-то 4-5 قرد چویای اوای میخرینش تو بکی همو را حل کنه مقصد این قینخر نیست بیاد خوبه قاشقچه майда را نیمش میخرین ایش باشه که جان سپری برای مقصد مهلتی هم خوبه گیره طولانی کردن دولگه کشتن مقصد در مو سری مردونگی میشکن بعد 30 minut پس میشونشه بعد علاقه جنسی را دوام میتین یکم چیز با نشید انشاءالله که با خوشتر میفهمونیم